سلام، خیلی خوش اومدین به کانال فیلمونی. تو این ویدیو میخوام 5 تا از جذابترین فیلم‌های تاریخی رو بهتون معرفی کنم. اگه مثل من عاشق داستان‌های پر از قدرت، سیاست، عشق و رقابت‌های درباری هستین، حتما این ویدیو رو تا آخر ببینید. پس بدون معطلی بریم سراغ اولین فیلم. تجمل، قدرت، جنجال. این سه کلمه شاید بهترین توصیف برای یکی از جنجالی ترین ملکه های تاریخ ماری آنتوانت باشه. اما ماری آنتوانت فیلمی نیست که بخواد صرفاً تاریخ رو با جزئیات دقیق نشون بده، بلکه یک برداشت مدرن، جسورانه و خاص از زندگی آخرین ملکه فرانسه است. تصور کنید یک دختر بچه 14 ساله از اتریش به فرانسه فرستاده میشه تا با ولیعهد ازدواج کنه. جایی که سیاست، خیانت و تجمل توأم با قضاوت دائمی دورش رو گرفته. این فیلم یک بازآفرینی مدرن و خیره کننده از زندگی دختریه که از یک شاهزاده معصوم به نماد زرق و برق و جنجال در دربار فرانسه تبدیل شد. یه نکته جالب اینه که این فیلم کاملا رویکرد متفاوتی به زندگی ماری آنتوانت داره و بیشتر از اینکه یک فیلم تاریخی دقیق باشه، یک برداشت شخصی و مدرن از زندگی اون دور است. برای همین توی فیلم موسیقی راک و پاپ دهه 80 میلادی استفاده شده و حتی یک لحظه کوتاه یک جفت کفش کانورس توی صحنه دیده میشه. اینا همه عمدی بودن تا نشون بدن ماری آنتوانت توی اون زمان چقدر شبیه یک نوجوان امروزی بوده که توی یک زندگی مجلل اما محدود گیر افتاده. علاوه بر اون تمام صحنه‌های داخل کاخ ورسای واقعاً توی خود کاخ فیلم برداری شدن که یک امتیاز بزرگ برای فیلم محسوب میشه. طراحی لباس هم با فوق‌العاده بودنش باعث شد که جایزه اسکار بهترین طراحی لباس رو برنده بشه. سوفیا کاپولا این داستان رو نه مثل یک درس تاریخ بلکه مثل یک اثر هنری روایت میکنه، با لباسهای خیره کننده، موسیقی‌های مدرن و صحنه‌هایی که انگار از یک فشن شوی سلطنتی بیرون اومدن. ماری آنتوانت یک دختر سرخوش، مغرور اما در عین حال گم شده و تنها رو به تصویر میکشه که بیشتر از هر چیز دنبال خوشی و فرار از تنهاییه. ولی میشه این سوال رو پرسید که آیا ماری واقعا یک ملکه بی‌مسئولیت بود یا فقط یه قربانی دنیایی که درکش نمی‌کرد؟ برای فهمیدن جواب این فیلم رو حتما ببینید. د داچس، سال انتشار 2008. همه فکر می‌کردن که جورجینا داچس دونشر خوشبخت ترین زن انگلستانه. لباسهایی که هر زنی آرزوشو داشت، شهرتی که همه دربارش حرف می زدن و جایگاهی که توی دربار کم نظیر بود. اما پشت این تصویر خیره کننده یک حقیقت تلخ مخفی شده بود. زندگی که خودش انتخابش نکرده بود. د داچس داستان زنیه که در اوج تجمل با واقعیت تلخ ازدواجی سرد، انتظارات خفه کننده جامعه و عشقی ممنوعه دست و پنجه نرم میکنه. در دنیایی که مردها تصمیم میگیرن و زنها فقط اجرا میکنن، جورجینا جرأت میکنه که احساس کنه، که عاشق بشه، که خلاف قوانین بازی کنه. اما به چه قیمتی؟ جورجینا یکی از زنان برجسته و تاثیرگذار قرن 18 در بریتانیا بود که به خاطر زیبایی، شخصیت کاریزماتیک، فعالیت‌های سیاسی و سبک مد منحصر به فردش مشهور شد. یه نکته جالب درباره فیلم د داچس اینه که شخصیت اصلی فیلم یعنی جورجینا داچس دونشر از نظر تاریخی یکی از اجداد پرنسس دایانا محسوب میشه. خیلی ها شباهت‌هایی بین زندگی این دوتا زن پیدا کردن، مثل ازدواج‌های مشکلدار و محبوبیتشون بین مردم. این یک داستان عاشقانه نیست، یا شاید هم باشه، اما نه اونطور که انتظار دارید. اینجا همه چیز درباره قدرت، انتخاب و بهایی که برای آزادی باید پرداخت روایت میشه. این فیلم فقط درباره لباس‌های با شکوه و ضیافت‌های اشرافی نیست، بلکه درباره زنیه
که تاریخ اون رو به یاد داره و شما هم فراموشش نمی کنید. سه تا فیلم بعدی که میخوام بهتون معرفی کنم درباره الیزابت اول هستش. این فیلم ها 3 مقطع مهم از قرن 16 انگلستان رو روایت میکنن. از روزهای اولیه الیزابت روی تخت سلطنت تا دوران اوج قدرتش و در نهایت تقابل سرنوشت سازش با مری، رقیبی که میتونست تاج رو ازش بگیره. الیزابت، سال انتشار 1998. تاجی که بهای سنگینی داره. در دنیای اشراف پادشاهی فقط یک عنوان نیست، بلکه میدون جنگ بیرحمیه. الیزابت داستان زنیه که از یک شاهزاده جوان و بی تجربه به یکی از بزرگترین و قدرتمندترین فرمانروایان تاریخ تبدیل شد. وقتی الیزابت اول تاج پادشاهی رو به سر گذاشت، دشمناش از هر طرف منتظر سقوطش بودن. از دربار تا واتیکان، از متحدان خیانتکار تا عشقی که میتونست تضعیفش کنه. اما یک ملکه حق نداره ضعیف باشه، نه وقتی که باید با تمام دنیا بجنگه. این فیلم شما رو به قرن 16 میبره، به قلب دربار انگلستان، جایی که هر نگاه، هر زمزمه و هر لبخند میتونه حکم مرگ یا زندگی رو داشته باشه. همینطور این فیلم در واقع مثل یک سگانه ناتمام محسوب میشه. کارگردان فیلم قصد داشت یک فیلم سوم هم بسازه که به سالهای پایانی زندگی الیزابت اول بپردازه، ولی این پروژه هیچ وقت ساخته نشد. الیزابت The Golden Age، سال انتشار 2007. وقتی که یک زن تنها ترین فرمانروای جهان میشه. دشمنها تو کمینن، خیانت توی قلب دربار رخنه کرده و جنگ در راهه. اما ملکه‌ای که یک بار برای تاجش جنگیده، آماده از دست دادنش نیست. الیزابت The Golden Age ادامه داستان الیزابت اول هست. زنی که حالا دیگه فقط یک ملکه جوان و بی تجربه نیست، بلکه فرمانرواییه که باید امپراتوریش رو از طوفان‌های جنگ، توطئه‌های دربار و عشقی که نباید داشته باشه عبور بده. در میون درگیری با اسپانیا، تهدیدهای داخلی و انتخاب‌هایی که سرنوشت یک کشور رو رقم میزنن، اون باید ثابت کنه که برای همیشه یک ملکه قدرتمند باقی میمونه. اما همه تهدیدها تو میدون جنگ نیستن. مری، ملکه اسکاتلند، رقیبی که خیلی ها اون رو وارث برحق تاج انگلستان میدونن، حالا در زندان الیزابته و نگاه ها به سمت دربار انگلستان دوخته شده. چه سرنوشتی در انتظار این 2 ملکه است؟ یک جنگ در دریا، یک خیانت در دربار و تصمیمی که آینده سلطنت رو رقم میزنه. مری، کوین آف اسکات، سال انتشار 2019. این فیلم داستان مری رو از زاویه دید خودش و با جزئیات بیشتری تعریف میکنه. زنی که حقش برای تاج بیشتر از چیزی بود که انگلستان میتونست نادیده بگیره. مری نوه خواهر هنری هشتم بود، یعنی توی خط خونی سلطنتی انگلستان قرار داشت. برای خیلی ها اون وارث بر حق تاج و تخت بود، به خصوص برای کاتولیک هایی که الیزابت پروتستان رو به رسمیت نمیشناختن. اما انگلستان فقط یک ملکه میخواست، نه 2 تا. مری که توی 16 سالگی ملکه فرانسه شده بود، بعد از مرگ همسرش به اسکاتلند برمیگرده. سرزمینی که حالا بیشتر از همیشه گرفتار سیاست، خیانت و کشمکش‌های مذهبیه. اما مشکل فقط این نیست. اون برای خیلی‌ها تهدیدی برای تاج الیزابت محسوب میشه. دربار انگلیس اون رو زیر نظر داره. نجیب زادگان براش نقشه میکشن و در این بازی هر حرکت مری میتونه به قیمت جونش تموم بشه. این فیلم فقط درباره یک رقابت سلطنتی نیست، بلکه درباره زنیه که با قلب و عقلش میجنگه. اما آیا در دنیای سیاست احساسات جایی دارن؟ اگه میخوای ببینی چطور سیاست، مذهب و سرنوشت دست به دست هم دادن تا 2 ملکه رو روبروی هم قرار بدن، این فیلم رو
اصلا نباید از دست بدیم. خب امیدوارم که از این معرفی ها لذت برده باشین. اگه این ویدیو براتون جذاب بود خوشحال میشم که لایک کنید و تو بخش کامنت ها به هم بگید کدوم یکی از این فیلم ها رو دیدید و دوستشون داشتید. اگه به دنیای فیلم و سریال علاقه دارید حتما کانال منو سابسکرایب کنید تا ویدیوهای جدید رو از دست ندید. مرسی که همراه من بودید. تا ویدیوهای بعدی فعلا خدا نگهدار.